سلام، به کانال یوتیوب سالیان خوش اومدید. اگه قصد سفر به انگلستان رو دارید یا صرفاً نیاز به اطلاعات بیشتر راجع به ویزای انگلستان دارید، تا آخر ویدیو همراه ما باشید. اگه از طریق سایت یا یوتیوب ما رو می‌بینید، باعث افتخار ماست که ما رو انتخاب کردین. پس لطفاً سابسکرایب رو یادتون نره و زنگوله اون پایینم بزنید. برای اینکه بخواید ویزای انگلستان رو بگیرید، مهمترین کار مشاوره با یک فرد حرفه‌ای در امور ویزاست. چرا میگم مهمترین کار؟ چون برای کشور انگلستان به نسبت به کشورهای دیگه سختگیری بیشتری دارن در امور ویزا، مخصوصا در امور مالی. مشاورین ما برای راهنمایی درستتون لیست مدارکتون کامل بررسی میکنن. در صورت واجد شرایط بودن یا نبودنتون بهتون اعلام میکنن و از ریسک‌های احتمالی فصول مسیر مطلعتون میکنن. حالا دیگه باز به انتخاب خودتونه که اقدام کنین براتون یا نکنین. معمولا ویزای انگلستان 3 تا 5 هفته زمان میبره. اما بعضی از مشتری‌ها عزیزمون به خاطر کمبود وقت و عجله داشتن درخواست ویزای فوری میکنن. برای این درخواست ما کشور ثالث رو بهشون پیشنهاد میدیم، مثل امارات یا ترکیه. دوستانی که خارج از کشور ویزاشون اپلای میشه دیگه نیازی نیست در اون کشور حضور داشته باشن تا ویزاشون بیاد. ما با خدمات پیکاپ سالیان این مشکل رو براتون برطرف کردیم. یکی از ویژه ترین خدمات ما در سالیان انجام خدمات پیکاپ ویزای انگلستان و پاسپورت انگلستان در خاک ایران. چرا؟ چون دیگه هزینه اضافی به خاطر سفرهای اجباری نمیخواد. مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم اطلاعات خوبی رو به شما داده باشید. ما در سالیان خدمات ویزای انگلستان، کانادا، آمریکا و بیشتر کشورهای دنیا رو براتون انجام میدیم. و در آخر لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فراموش نکنید.